مجاهد و علمی و فرهنگی و نظامی جناب سرمفتش اعلی وزارت دفاع مفتی صاحب لطیف الله حکیمی را در جمع اساتید پوهنتون، قماندان های جهادی، ملت مجاهد، جوانان، کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ، شاعران و نویسندگان گرامی می‌داریم و به خاطر از این که ملت عزیز ما یک خاطرات خوش از جناب حاجی مفتی صاحب مبارک در دوره سابق امارت اسلامی افغانستان داشتند و هرگاهی که ما در مجالس مختلف، در نشست‌های مختلف، بالاخص نشست‌های فرهنگی که با اسباب و اصحاب رسانه ما در ارتباط می‌شویم، یاد و خاطره جناب مفتی صاحب هستند و هرگاهی که به خاطر مسائل کاری به مرکز می رویم و مفتی صاحب می بینیم، یاد و خاطره مردم عزیز هرات داره و با استفاده از فرصتی که مفتی صاحب با آمدنشان به خاطر کارهای مهمی که در قلوردو هرات دارند ایشان را زحمت دادیم که مهمان فرهنگیان و دوستان قدیمی و یاران خود باشند و در این جمع یک دیدار دوستانه را ترتیب دادیم تا هم سبب شود که معلومات خوبتر، معلومات جامعتر، معلومات کاملتر به ارتباط پالیسی نظام امارت اسلامی افغانستان، به ارتباط اخلاق عساکر امارت اسلامی افغانستان، به ارتباط مسئولیت‌های سربازان دلیر و رشید امارت اسلامی افغانستان و همچنین جایگاه مردم عزیز ما در پیش اصل نظام اسلامی بیان شود محفل ترتیب داده شده است و سعی می شود که بیشتر به شکل دوستانه باشه و دوستان و عزیزان در این محفل آنچه که علاقمند است به ارتباط خوبی ها، به ارتباط فضائل، به ارتباط خوشحالی هایی که امروز افغانستان به خاطر داشتن یک امنیت سرتاسری، یک آرامی می داشته باشه، بیشتر بشنوند و بدانند و آگاه شوند. جناب حاجی مفتی صاحب مبارک، برادرانی که در این تالار حضور دارند، یعنی یک تعداد نمایندگان بسیار قوی از یک ملت سلحشور و شهید پرور می باشند. چون فضا و مکان اجازه بیشتر نمیداد و گفتیم که یک چیدمان بسیار خلاصه تر و چکیده تر در بیایه. شما میدانید که هرات باستان در کنار از اینکه شهر علم و ادب و فرهنگ و تجارت و اقتصاد می باشد، شهر رشادت و شهامت و شهر شهدای 24 هود و شهر قهرمانان تاریخ اسلام می باشه که یک جایگاه خاص در نظام اسلامی در بین کشور مسلمان و افغانستان و حتی در بین دنیا می داشته باشد. ما بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان یعنی خاطرات خوبی با مردم عزیز هرات می داشته باشیم و نوع تعامل این مردم بیشتر یک تعامل صلح‌جویانه، خیرخواهانه، دلسوزانه، مشفقانه، بی‌ریا، بدون کدام یک تعصب، بدون کدام یک سیاست پروری، بدون یک طرفداری از یک جناح. نه با هم این چیزا این مردم نسبت به مثل سایر مردم افغانستان در یک حالت فوق‌العاده از معلومات قرار داره و بسیار در تمام مسائل یک تعامل نیک و حسنه و پسندیده داشته است. همکاران خیلی خوب، از هم مهمتر با مقام محترم ولایت جناب شیخ صاحب بزرگوار بودند. همکاران خیلی خوب با ارگان‌های امنیتی ما بودند. همکاران خیلی خوب با ارگان‌های تجاری و اقتصادی ما بودند. ارگان‌های فرهنگ و کارهای فرهنگی در خو و طب و ذاتی مردم می باشه، با عشق و علاقه از سرزمین فرهنگی خود دفاع کرده و هر جایی اگر این مردم صحبتی گفته، در اون صحبت ها نشانه ای از یک تعصب، یک کینه‌توزی
یا یک حالتی که انسان از او از صحبت‌ها احساس خستگی بکنه دیده نشده و نمیشه. و نه هم مردمی هستن که زیاد شوق چوکی داشته باشه، شوق منصب داشته باشه، شوق قدرت داشته باشه. بله، دوست دارن آرامی باشه در افغانستان، دوست دارن امنیت باشه در افغانستان، دوست دارن از هر جا که ضربه خورده دیگه ضربه نخورن، دوست دارن تجربات تلخ گذشته دوباره تکرار نشوه و دوست دارن که راهی که رفتیم با تمام سختی ها مردم افغانستان یک راه بسیار سخت 4 دهه جنگ سپری کرده، این مردم دوست داره دیگه او راه تکرار نشه، او راه نروه، او در اون مسیر هیچ کس هم نمی روه. و در کنار از او دانش جهاد هم دارن، دانش اقتصاد هم دارن، دانش تکنولوژی هم دارن، جوانان بسیار با استعدادی هم دارن، مردم علم و ادب هستند در تمام عرصه ها. یک جوان دیروز جناب حاجی مفتی صاحب قصه میکرد، میگو در هرات یک کسی که اونجا یک بساط، شاید یک بساط معمولی برای امرار معاش زندگی خود اونجا جور کرده، با او هم که صحبت میکنی از هر 4 کلمه گپی یک کلمه علمی است، ادبی است و بسیار در یک قالب جنبندی با معرفت، با اخلاق، با یک زیبایی گپ میزنن. و این مردم مستحق یک نوازش خوب از حکومت مرکزی هست. و امروز الحمدلله شما بزرگوار در هرات کار کردین، مردم هرات بهتر از ما میشناسین، طبیعت مردم، طبیعت فرهنگیان هرات، طبیعت جهادیای هرات، طبیعت مجاهدین هرات، طبیعت تاجران هرات، طبیعت خوی و طبع مردم و جوانان همه به شما معلوم هست. و مردمی هستند که افغانستان آباد، افغانستان مستقل، افغانستان سربلند اینا خیلی سخت طرفدار هست و تایید هم کردن. هر جایی که وزارت دفاع ما تصامیم بسیار عالی به ارتباط بلخص سرحدات گرفته است، یعنی از جمله مردمی که همیشه خوشحال بودن با همه اوج علم و معرفت و شهامت و رشادت از تصامیم خردمندانه رهبری وزارت دفاع سخت خوشحال شده و دفاع هم کرده و خوشحال هم بودن. ما سرحد مشترک با داریم که این نیازمند به یک سربازان شجاع داره که الحمدلله امروز مردم مطمئن هستن، باورمند هستن. امنیتی که امروز در هرات تأمین هست، حاکم هست، مردم میدانند اینجا یک قشون خیرخواه، یک قشون و یک سربازان شجاع در اینجا وجود داره که برای تأمین امنیت مردم سخت کوشش میکنه و تصامیم خردمندانه‌ای که سبب تقویت سرحدات ما شود مورد تایید ملت عزیز هرات است. چندین بار ما در چندین مجلس از بسیاری از بزرگان شنیدیم که الحمدلله وقتی که یک مجاهد در سرحد سر چند سانتی زمین اراضی افغانستان بحث میکرد، گفتیم الحمدلله وزارت دفاع صاحب دارن. سر چند سانتی، چند سانتی هم چند سانتی است، چند سانتی هم به قیمت خون جوانان افغانستان به دست آمده و این تاریخ و این جغرافیا باید حفظ شود. ما اینجا مردم ما بسیار مطمئن هستند. باز بلخص که شهر هرات، ملت هرات ملت شهید پروری است. شما مطمئن باشین به ارتباط مسائل سرحدات و به ارتباط مسائل کلیات بس به ارتباط وزارت دفاع، مردم هرات یعنی سابقه کار هم داره و تجربه کار هم داره. بهترین پاسبانان سرحدات هم میتونه اینا باشه و میتونه بهترین پروگرام ها و بهترین پلان ها هم در اختیار وزارت محترم دفاع بگذاره که اونا در مورد مسائل یک اعتماد کامل وجود داشته باشه و اینا حاضر هستند به هر قیمتی از سرزمین خود دفاع بکنن. مسئله سرزمین افغانستان مسئله من و تو نیست، مسئله احمد و محمود نیست، مسئله فرد این سرزمین هست. و الحمدلله خوشبختانه که امثال شما که یک در بحث فقه، در بحث فرهنگ و در بحث امنیت و نظامی مسائل در چنین یک مقاطع خوب مصدر خدمت هستین، هنوز هم برای مردم یعنی امیدواری ایجاد میکنه و هنوز هم مردم انتظارات از اونا بیشتر میشه و امیدوارتر میشه که انشالله در نظام اسلامی این مسائل بیشتر مورد تفحص و دلجویی قرار بگیره.
جناب حاجی مفتی صاحب بزرگوار در هرات باستان مردم تا جایی که ما معلومات داریم، تا جایی که اداره ما، شما میدانید یک اداره است که مردم اینجا بسیار بیخار می آیند، بدون کدام مزاحمت می آیند، بدون کدام یک زیاد خسته شدن می آیند و کارم آسان است و سر و کار ما عموما با کافه مردم هست و کوشش هم شده است با همکاری اساتید خوب، بلخص استادای فرهنگی ما، دوستای عزیز ما در انجمن ادبی، در سایر حوزه‌های فکری، عملیات روانی، در مسائل مختلف که کمک کرده که این کار بکنید، این بهتر است، بهترین ها رو به ما نشان داده که این رو بکنید، این بهتر است. ما اینجا داریم یک قماندان جهادی آمد که مولوی صاحب این کار ما کردیم، شما این کار نکنید، این تجربه نداره، خوب تجربه تکرار از این خوب نبوده است، این کار انتخاب بکنید، مردم با شما یک چیز، یک میانه خوب میتونه داشته باشه، یک پل ارتباطی خوب باشین. در اینجا که آمدیم مردم عزیز ما اولین و آخرین مسئله ایشان سر بحث حرمت ها هست، احترام شود. مردم ما احترام در هرات باستان، احترام جناب حاجی مفتی صاحب بزرگوار، احترام در هرات باستان حرف اول است، خط سرخ این مردم است. نهایت احترام، نهایت بزرگمنشی حکومت وقت نشان میده، نهایت احترام، نهایت به بغل گرفتن مردم نشان میده، نهایت احترام بزرگترین، قویترین، یک دندان شکنترین جواب برای اون مخالفینی است که در بیرون نشسته و خود مخالف میگویند. حالا به اون شکل هیچ کسی هم نمیتونه در افغانستان دیگه مخالفتی بکنه، چون برای همه معلوم شد که نظام اسلامی دنبال مخالفت نمیگردد، دنبال موافقت است. دروازه‌های امارت اسلامی افغانستان همانطور که روز اول عالیقدر شیخ امیرالمومنین صاحب پیام بخشش اعلام کرد، پیام عفو اعلام کرد، اون پیام عفو بسته نشده، حالا اون پیام عفو باز است. هر کس به کشور خود برگرده، امارت اسلامی افغانستان او را به بغل میگیره. ولی در هرات مسئله احترام بسیار مهم است. در هرات جوان از او احترام به کار داره، احترام میخواهد. در هرات خانم، زن و تحصیل کرده و محصل و جوان احترام میخواهد. قماندان جهادی به احترام ضرورت داره، با احترام زندگی کرده و احترام میخواهد. مجاهدین احترام میخواهد، جوانان ما احترام میخواهد. در سر تا شهر که میگردیم در هر جا اینا احترام میخواهد. در برخورد احترام آمیز دوست داره، در دوایر دولتی مسئله احترام رو دوست داره، در دستگاه امنیتی مسئله احترام را علاقه‌مند است. اگر در چک پوینت ها یک جای مواجه میشه با احترام خوش داره که بدرقه شود. احترام یعنی اول و آخر برای مردم. با احترام هیچ پولم نداره، احترام یک کار مفت است، یک کار رایگان است، یک کار آسان هم هست با 4 کلمه گپ. و این مردم قدر احترام را میداره. یعنی اینطور نیست که تنها طالب احترام باشه، قدر شناس هر آدم محترم هست. من احترام یک کسی که کسی را احترام بکنه در واقع خود احترام شده است و خود احترام گرفته. لذا اساتید پوهنتون ما، محصلین ما در تمام رفتارها به شکل احترام آمیز، اما با چهره عبوس، با چهره خشن، با برخورد تند، با لعن غلیظ، این مردم بیگانه است. اینا زیاد شاید چیزی نگوید، شاید به ظاهر تحملم بکند، ولی در دل خود کمی مایوس می شود و این مایوسی به درد نمیخوره و این مایوسی سبب یک مشکل برای مردم ایجاد میشه و فاصله را خدای نخواسته زیاد میگردانه. تاجر ما نیاز به احترام داره و نویسندگان، شاعران، هنرمندان و تمام دوستانی که در هرات باز کسی اهل جنگ نیست، اهل دعوا و مناقشه هم نیست. مردم که به سر ناچیز و بی‌دلیل، مردم هرات هر زمانی که جنگ انتخاب از اونا باشه و جنگ هم نیست، جهاد است و همونطور جهاد میکنه مثل که 24 هود نشان دادن دیگه دنبال جنگ نیست و جنگ انتخاب نمیکنه. ولی صلح با عزت، امنیت با عزت خیلی علاقمند است. این صحبت ها به این معنا نیست که خدای نخواسته احترام هم نمیشه، نه، احترام همه دستگاهایی که باز احترام شده، از مقام محترم ولایت هرات گرفته تا تمام ارگانهایی که مردم در اونجا احترام دیده، هم برای شما کارنامه روشن است. میتوانید
تفتیش بفرستید، هیئت بفرستید بررسی بکنه، مردم راحت میگه در فلان جای احترام شده. الحمدلله کارمان بچنید و خوشحالم بیرون شدیم و یک بوس جانانه از پینک طالبی که دم دروازه بود دم گرفتیم. الحمدلله در اینجا نیروهای امنیتی اقدر کار شده سر از اونا که وقتی میاد یک جای یک بخش امنیت رو تامین میکنه، اول با ارگان مربوطه در تماس میشه که ما اجازه تلاشی داریم یا نه. اگر میمانش ما خیلی محترم است و امو پتانسیل اجازه نمیده، ما تلاشی نمیکنیم. این بسیار مهم است. این یک قاعده خوب می باشه که این توسط شما بزرگان انشاءالله تا مرکز امیدواریم بدرقه شود. الله پاک همه دوستان سلامت داشته باشه. حاجی مفتی صاحب غرض نداشتیم ما زیاد صحبت بکنیم، چون قرار است دوستان پروگرام فرهنگی برای شما داشته باشه. ما هم در خدمت شما هستیم. شهر علم و ادب سپاسگزار شماست و امروز این کدام یک نشستی که است در واقع یک تقدیر از عملکرد مثبت و خوب و سازنده شما در دوره قبل امارت اسلامی افغانستان و در دوره حال امارت اسلامی افغانستان که هرگاهی میایید اول یک احوال از فرهنگی ها میگیرید، اول یک احوال از تاجران میگیرید، تاجران فرهنگی، اول یک احوال از مردم عزیز شهر میگیرید، اول یک احوال از آدمای دانشمند میگیرید. این را ما خوش داریم که همین ذهنیت در ذهنیت رهبری وزارت دفاع هم انشالله تزریق شود و اونا هم همکاری بکنه که هر زمانی میاد با این آدرس با هرات گپ بزنه. خاصه هرات در پیش این مردم هست، دردهای هرات در پیش همین جماعت هست، سخنان هرات در پیش این ملت هست. اینا را اگه کسی ببینه در واقع حوزه غرب دیده، جوانان هرات دیده و همه چیز رو قناعت میکنه. اینا اولیکی هم نیستن مثل بعضی مردم بگن که امسال با ما با یک پروژه بسازی. نه، همه شرایط میدانن و میدانن که آمریکا از کجا دردی میآیه، شوروی از کجا دردی میآیه، انگلیس از کجا دردی میآیه، دور و نزدیک از کجا دردش. اینا همه درک میکنن، ولی تعامل و ارتباطات شما سبب تشویق و سبب انگیزه برای این مردم عزیز می شود. خداوند همه ایتانا نگاه بکنه. با عزت باشیم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.